سلام و عرض ادب خدمت آنلاکسیبی های عزیز. بنده محمد حسین هستم. توی این ویدیو سعی دارم که یک آموزش کامل و جامع راجع به در واقع شخصی سازی کردن اپل آیدی و ایمین کردن اپل آیدی خدمتون ویدیو رکورد کنم و بسیار بسیار مهمه واسه دوستانی که ویدیوی قبلی ما رو دیدن و من بهشون قول داده بودم که یک ویدیوی جدید بگذارم و 0 تا 100 شخصی کردن یک اپل آیدی و ایمین کردن یک اپل آیدی رو آموزش بدم. شما یک اپل آیدی تهیه کردید، حالا معلوم مهم نیست از کجا تهیه کردید، حالا اگر از کسی خریدید، کسی براتون ساخته، یا حالا به هر طریق به دست شما یک اپل آیدی رسیده که 0 تا 100 ساختن اون اپل آیدی دست شما نبوده. بالاخره توی این فرایند ساخته شدن اپل آیدی یک شخصی یا ارگانی و یا حالا سایتی دخیل بوده، پس شما حق ندارید اون اپل آیدی که 0 تا 100 رو خودت نساختی یا 0 تا 100 رو شخصی نکردی اصلا روی دستگاه بزنی. پس یا باید 0 تا 100 رو خودت بسازی با حالا متدایی که وجود داره. من توی ویدیوهای یوتیوب خیلی توضیح بهتون دادم، ویدیوهای همین کانال شما میتونید مراجعه کنید و آموزش‌های متفاوتی رو بگیرید. و یا اصلا اپل آیدی رو خریدین، تهیه کردین، حالا به هر طریقی میخواید حالا شخصی سازیش کنید، یونیکش کنید، فقط مال خودتون کنیدش و کسی دیگه دسترسی به اطلاعاتتون نداشته باشه، به اصطلاح ایمن کنید اپل آیدی رو. من تو این ویدیو 0 تا 100 رو به شما آموزش میدم. یعنی شما بعد از دیدن این ویدیو دیگه نیاز ندارید هیچ ویدیوی تکمیلی یا حالا یه چیز دیگه رو ببینید یا آموزش بگیرید واسه اینکه اپل آیدیتون رو بخواید شخصی کنید، ایمن کنید. غیر از در واقع این مدت که در واقع اپل آیدی شخصی سازی میشه، در شرایط دیگه حق ندارید در اپل آیدی رو بزنید روی گوشی. باید حتما شخصیش کنید و بعد بزنید روی دستگاهتون، چه گوشی هست، چه مکبوک هست، چه حالا آیپد هستش و یا غیره. بریم سراغ ویدیو طولانی نشه. خب ببینید، اولین کاری که باید بکنید یک اپل آیدی تهیه کنید. من یه اپل آیدی همینجوری تهیه کردم، اصلا مهم نیست از کجا گرفتم یا حالا هر چیز. بالاخره یه اپل آیدی به صورت رندوم برای من تهیه شده، حالا به هر طریقی که من گرفتم. میخوام این اپل آیدی رو کاملا شخصی کنم، همه چیزش رو شخصی کنم. تو این ویدیو هم دقیقاً میخوام همین موضوع رو بگم. بریم واسه ادامه ویدیو. خب ببینید، نگاه کنید، این اپل آیدی که بنده تهیه کردم داخل ویدیو میبینید یک همچین در واقع عباراتی رو شما الان اینجا دارید ببینید. این قسمت اپل آیدی، این قسمت پسورد اپل آیدی که تهیه کردم، این قسمت برثدی یا تاریخ تولدیه که روی اپل آیدی حتما هر اپل آیدی که شما تهیه میکنید باید برثدیشو بدونید یا تاریخ تولدی که در واقع روی اپل آیدی خود حتما مطلع باشید. ببینید اینا چیزای خیلی مهمیه. یک رمز هم اندازه این رمز این تاریخ تولد مهمه. پس ببینید دارم میگم این دو تا توی ردیفن، یعنی هم رمز مهمه هم این تاریخ تولد. در واقع احیا کننده این رمز در بسیاری از مواقع همین دونستن تاریخ تولد. پس اگر فکر میکنید تاریخ تولد اپل آیدی مهم نیست، بدونید که به شدت مهمه. بعدش هم 3 تا سوال امنیتی. اپل آیدی که به دست ما میرسه شماره موبایل ندارن معمولا و با سوالات امنیتی ساخته شدن که حالا من تمام این در واقع آیتم ها رو که دارید میبینید رو چنج میکنم، تغییر میدم و چیزیش میکنم که شخصیه. من بست فرند های اسکولم لیزا نیستش، یعنی بهترین دوست دوران دبیرستان من، دوران مدرسه من لیزا نیست قطعا، یا what's your dream job، نمیدونم این چه شغلی میشه، این شغل نیست. پس این اپل آیدی شخصی نیست، باید اینو شخصیش کنیم. دونه دونه این آیتم رو تغییر میدیم و به یک ایمیل جدید، یک اپل آیدی شخصی که من دسترسی 0 تا 100 به اطلاعاتش دارم و یک جیمیل هست و همه چیز رو میدونم، این جیمیل اکتیو، فعال، دسترسی به اینباکس و درونش دارم و حالا غیره. در قدم اول واسه شخصی سازی کردن یک اپل آیدی باید وارد وبسایت account.apple.com بشید. account نقطه یا حالا .apple.com. بریم وارد این سایت بشیم. شما حالا اینجا میتونید هم اینجا داخل ویدیو سایت رو ببینید. بریم توی سایت. خب پس چه سایتی شد؟ account.apple.com. وارد وبسایت میشیم. خب یه ذره اسکرول میکنید به پایین، قسمت ساین این یعنی وارد شدن میزنید. من سعی میکنم ویدیو خیلی مبتدیانه توضیح بدم، پس یه جاییش حالا ممکنه بعضی‌ها رو اذیت کنه چون واردتر هست یه سری نکات رو، برای همین من مبتدیانه توضیح میدم تا همه متوجه بشن. خب
این قسمت اپل اکانت میخوایم واردش بشیم، ساین این کنیم، منیج یور اپل اکانت. قسمت اول باید اپل آیدی که خریدید یا حالا هر جوری تهیه شده وارد کنید. این اپل آیدی که بنده در واقع تهیه کردم. خب این قسمت اپل آیدی رو میزنید، دو تا گزینه داره، رو کانتینیو که بزنید میگه پسورد رو وارد کنید. پسورد هم که مشخصه، کپی میکنم و جا وارد میکنم، ساین این میکنیم، فروت پیدا میکنیم، دیگه اطلاعاتتون رو ذخیره کنم الان فعلا که خیر. خب ببینید نگاه کنید سوالات امنیتی، 2 تا سوال امنیتی که باید از 3 تا سوال اینجا 2 تاش رو پاسخ بدید. یکیش حالا رندوم ممکنه اون 3 تایی که داده یه 2 تای اولی باشه یا 2 تای آخری باشه یا مثلا اولی و آخری باشه. میگه های اسکول، best friend in high school. میریم توی این اطلاعاتی که برام فرستاده شده، best friend in high school لیزا. خب اینجا کپی میکنیم، توی پاسخ میزنیم لیزا. in which city did your parents meet؟ پدر مادر اولین بار کجا هم دیگر دیدن؟ میایم دوباره توی این دیتایی که از اپل آیدی تهیه شده داریم، این میشه در واقع. کپیش میکنیم پاسخش رو، میایم اینجا وارد میکنیم، کانتینیو ادامه. خب ببینیم چه صفحه‌ای میاد. ببینید نگاه کنید اپل آیدی که شما تهیه میکنید به طور معمول روتین اغلب افرادی که حالا داخل ایران دارن اپل آیدی استفاده میکنن از اپل آیدی بدون شماره موبایل استفاده میکنن و وقتی که میخوان لایو کنن توی این وبسایت اپل میاد هشداری بهشون میده یا یک توصیه بهشون میکنه، میگه اپل اکانت تو در واقع بیا یه ذره ایمن‌تر کن با تو فاکتوریاش احراز هویت 2 عامله. دیدید مثلا شما یه اپلیکیشن ایرانی روی گوشیت داری، میخوای لاگین شی واردش بشی، یه اس ام اس میاد به شماره موبایل داخل گوشیت و اون کدش رو میزنید و وارد اون اپلیکیشن میشه. به اصطلاح 2 عاملیه. شما علاوه بر اون که رمز اپلیکیشنتون رو داخل اون گوشی میدونید، وقتی که میخواید کد تو فاکتور هم بهش اس ام اس میشه. اون در واقع این همینه. اپل به شما هشدار میده که آقا اپل آیدی شما تو فاکتور نداره، شماره موبایل نداره، بیا اینجا اضافه کن. ما نمیخوایم اضافه کنیم دیگه، اینجا در واقع کانتینیو نمیزنیم چون اینجا باید ادامه بدیم، شماره موبایل بزنیم و بریم جلو. پس گزینه‌ای که باید بزنیم آذر آپشن هستش، یعنی آپشن‌های دیگه بهمون بده. باز دوباره اینجا تاکید می‌کنیم که آقا باید اکانت تو ایمن کنی، protect your account که بازم ما میگیم فعلا در واقع این کار رو نمیخوایم انجام بدیم. don't upgrade. خب ببینید از اینجا به بعد رو خیلی خیلی با دقت گوش بدید. شما وقتی که وارد این وبسایت میشید و در واقع لاگین میکنید توی اپل آیدیتون، یه همچین صفحه‌ای برای شما نمایش داده میشه که این ستون سمت چپ رو ما دونه به دونه این آیتم هایی که دارید میبینید رو باید بررسی کنیم. حق نداریم حتی یه دونه از این آیتم ها رو بدون بررسی بگذاریم. ما تا زمانی که اپل آیدیمون تمام این آیتم ها privacy, devices, family, subscription, payment and shipping, sign in و personal informationمون همه این آیتم ها رو اینجا تغییر ندیم و یا چکش در واقع نکنیم، حق نداریم وارد اپل آیدیمون بشیم و ساین این کنیم و بزنیم روی حالا گوشیمون یا هر دیوایسی که داریم. خب من از پای میام. قسمت اول پرایوسی. ببینید اینجا چیزی رو قرار نیست تغییر بدید، چیز مهمی حقیقتا نداره این قسمت پرایوسی. مثلا میتونید اینجا اون جنسیت اپل آیدیتون رو مشخص کنید که حالا مثلا میل هست، فیمیل هست یا هر چیز دیگه ای. این مهم نیست، یعنی بحث امنیت دستگاهتون حقیقتا این پرایوسی این قسمت خیلی چیز مهمی نداره که من به شما توصیه کنم حتما اینو چک کن. پس ما کاری به این قسمت اول پرایوسی نداریم، یه نگاه کلی بهش بندازید، چیز مهمی نداره. مثلا آنالیز آیکلودتون می‌نویسید اینجا، مثلا آنش میتونید بکنید. آفی توضیح کوچیکم جلوش داده که اصلا این گزینه رو فعال کنید چه چیزایی به شما میده و حالا چیزای دیگه. چیز خاصی نداره حقیقتا، یعنی این پرایوسی مهم نیست. بریم قسمت دوم، مهمترین قسمت. من وقتی که وارد هر کدوم از این قسمت ها میشم، از مشکلاتی که مشتری واسهشون پیش اومده در واقع انگار یه یادآوری میشه به من
که ناکن یادت هست یه مشتری که اومد مشکلش این بود که اینجوری بود تو قسمت دیوایسزش یه کسی لاگین کرده بود، لاگین از قبل بوده و بعداً براش دردسر ایجاد کرد. دقیقاً اینها یادم میاد. ببینید قسمت دیوایسز رو حتماً باید چک کنید، یعنی اگر فراموش کنید ممکنه آسیبای جدی به دستگاهتون بزنه. اینجا ممکنه واسه شما یه سری گوشی ها یا مثلا یه سری لاگین ها مثلا توی آیپدی یا یه مکبوکی باشه و شما اصلا نشناسید یعنی چی. مثلا اینجا نوشته آیفون 13 پرو مکس با آیمی های اطلاعات دستگاه این و یه شماره‌اش میگید این اصلا کجا اومده، من اصلا نمیشناسم این شخصو. مثلا اینجا نو دیوایسز ها، اینجا در واقع هیچ دستگاهی لاگین نیست، هیچ دستگاه دیگه غیر از من لاگین نیست فعلا، هنوزم منم تازه لاگین نکردم، پس باید این قسمت نو دیوایسز باشه. اگر احیانا شما اینجا دیدید دستگاهی وجود داشت و روی اکانت شما یک دستگاه دیگه لاگین کرده بود، حتما اینجا مثلا اینجا یک علامتی هستش مثل آیفون 13 پرو مکس، مثلا آیفون 13 پرو مکس مثلا آیمی این روش که بزنید صفحه باز میشه براتون. ساین اوت داره، مثلا این قسمت یه جا ساین اوت نمیشه، ساین اوتش کنید. خارج هم که شدید از همه اکانت ها هر چی اکانت اینجا بود خارج تا آخر بنویسه براتون نو دیوایسز، هیچ در واقع دستگاهی روی اپل آیدی شما رو لاگین نکرده روی خودش. و وقتی نو دیوایسز شد از این قسمت یه رفرش بزنید حتما، یعنی این رو بزنید. بعضی وقتا ممکن اینترنتتون ضعیف باشه یا مثلا مشکل داشته باشه، فکر کنید ساین اوت کردید و بعد برید روی مثلا گزینه‌های بعدی چک و اینجا دیوایس آخر ساین اوت نشده باشه. حتما وقتی که همه رو مثلا اگه یه دونه دو تا یا هر چیز اینجا بود ساین اوت کردید، یه رفرش هم اینجا اینجوری آخرش بزنید که یه رفرش بکنه. و تو قسمت دیوایسز این عبارت نو دیوایسز رو حتما بگید، این رفرشر رو حتما انجام بدید ها. بازم میگم حاصل تجربه است، چیزایی بوده که مشتریان مثلا که آقا من ساین اوت کردم، من یادم وقتی که مثلا اپل آیدی رو بزنم روی گوشیم ساین اوت کردم و هیچ دستگاهی نبود، ولی بعدا دیدم مثلا یه هفته بعد دیدم که یه آیفون 15 پرو مکس مثلا 14 پرو مکس روی اپل آیدی بوده، ولی من اینو روز اول ساین اوت کردم. بهش میگم که آقای محترم یا خانم محترم ساین اوت کردی؟ آیا رفرش هم کردی؟ اون بالا این علامت رفرش در واقع زدی که مطمئن شی اینجا نو دیوایسز هست، چون بعضی وقتا ساین اوت می‌کنی و اینترنتت اونجا قطع شده یا هر مشکلی پیش اومده یا مثلا ضعیف بوده، مورد داشتیم این مشکل ایجاد شده واسهشون و ساین اوت نشده، خب و بعدن حالا مشکل واسهشون پیش اومده. پس تا عبارت نو دیوایسز رو ندید حق ندید از این قسمت دیوایسز عبور کنید. بریم قسمت بعدی، فامیلی. ببینید مهم نیست حقیقتا این قسمت، باید کسی توش در واقع اینجا نباشه. اینجا اگر کسی بود باید ساین اوت شه. این قسمت رو دقیقاً باید همین عبارات رو ببینید و اینجا هم نباید هیچ کسی باشه، خیلی راحت ساین اوت میشه، خیلی مهم نیست. سابسکرایبشن اینجا هم باید در واقع هیچ دستگاهی نباشه، معمولا نیست، یعنی این دو قسمت معمولا نیست، ولی شما باید چکش کنید که اگر بود ساین اوتش کنید. پس اول قسمت دیوایسز، دوم قسمت فامیلی و سوم قسمت سابسکرایبشن که هر چی دستگاه اینجا بود باید همه رو ساین اوت کنید و رفرش هم بکنید. تا هر کدوم اینها یه رفرش بزنید، از هر کدوم از این ستون ها گذشتید یه رفرش بزنید، خیالتون راحت باشه. خب میریم قسمت بعدی، پیمنت اند شیپینگ. این قسمت ببینید خب یه سری از دوست دارن مثلا با اپل آیدی هاشون خرید انجام بدن داخل مثلا اپ استور. یک سری بازی ها هستش که نیاز هست شما پرداخت هزینه‌ای داشته باشه، شما پولی بپردازین به دلار تا بتونید مثلا اون بازی رو اکانتش رو بخرید. خب باید اپل آیدیتون رو شارژ کنید، تو این قسمت پیمنت شیپینگ اطلاعات کارتتون رو بزنید و تا بتونید اونجا مثلا کیف پول حالت دلاریتون رو ببینید و خریدتون رو آخر انجام بدید. ولی واسه شما که حالا در واقع اپل آیدی رو تازه خریدای شخصی سازی می‌کنید، توی مرحله شخصی سازی اینجا چیز خاصی نداره. اگه اینکه حالا خواستید بعداً یه پیمنت متد اینجا مثلا پیمنت متدتون رو اضافه می‌کنید، نوع پرداختاتون رو اضافه می‌کنید، چیز مهمی نیستش، فقط واسه اون دسته از عزیزانیه که حالا اینا رو هم توضیح میدم جلوتر، عزیزانی که میخوان در واقع خرید کنن با اپل آیدیشون، بازی بخرن یا هر چیزی که مربوط با خرید با اپل آیدی هستش، که فعلا از این گزینه میگذاریم ولی بعدا دوباره برمیگردیم به این گزینه. پس در مجموع این ستون سمت چپ ما این پرایوسی، درایسز، فامیلی، سابسکرایبشن و پیمنت شیپینگ رو چک کردیم
و دیگه کاری بهش نداریم. میریم قسمت sign in and security. خیلی مهمه. با 4 تا باکس شما روبرو هستین و این 4 تا باکس رو تک به تک باید بررسی کنید. اولین باکسی که شما میبینید باکس اپل اکانت، اپل آیدی. ببینید اپل آیدی تون باید چنج بشه. این هاتمیل رو بهترین دوستت ساخته، این هاتمیلی که آیدی فعلی شماست، بهترین دوستت ساخته، 30 سال با هم رفیقید و اصلا بهش اعتماد داری، عالیه. ولی شما حق ندارید از اپل آیدی که کسی ساخته مستقیما رو بزنید داخل دستگاهتون. چرا؟ چون که ایمنی در واقع اون اپل آیدی خیلی پایینه. اصلا که طرف اپل آیدی های کارتی که اصلا این به جای اینکه هاتمیل باشه اصلا یه ادساین USR نمیدونم .com، ادساین USK.me.com، ادساین نمیدونم چیزای عجیب و غریب .com که اینا دامنه های نشناخته است. اصلا حق استفاده اونا ندارید که هیچ. اصلا خیلی خطرناکه واقعا اپل آیدی. شما باید اینجا یک ایمیلی رو بزنید، اپل اکانت یعنی ایمیل، یک ایمیل رو وارد کنید که همه چیزش دست خودته. من در واقع قبل از اینکه ویدیو رو رکورد کنم یک ایمیل واسه خودم در واقع ساخته بودم از قبل و حالا اومدم اون ایمیل رو بررسی کردم. ایمیل خیلی خوبیه، اکتیوه و من باهاش کار میکنم و غیر فعال نمیشه. اون ایمیل نباید یه ایمیلی باشه که بندازیش کنار، چون 2 سال از ایمیل استفاده نکنید. مثلا جیمیل از طرف جیمیل 1-2 تا ایمیل به شما میزنه که آقا اون ایمیلتون داره چیز میشه، در واقع دیزیبل میشه ایمیلتون، کاری به اپل آیدی نه. اگر توجه نکنید ایمیلتون رو حذف میکنه و بعداً وقتی میخواید اون اپل آیدی رو اطلاعاتش رو تغییر بدید یا اصلا میخواید هر پسوردش رو تغییر بدید، وقتی که شما اپل آیدی رو ایمیل رو از دست دادین، چجوری میخواد کدی که به ایمیل ارسال شده رو بزنید اینجا و بعد لاگین کنید و ایمیلتون در واقع میس میشه، از دست رفته. حواستون باشه حق ندید اینجا ایمیلی رو بزنید. من توی ویدیو قبلی توضیح دادم. اگر الان یه ذره برات سوال شده که چجور ایمیلی باید استفاده کنم، یه دقیقه برو توی کانال قسمت پلیلیست آموزش ها، ویدیویی که اخیراً قبل از این ویدیویی که دارید می‌بینید اخیراً آپدیت شده، گذاشته شده، آپلود شده، اونو ببینید و نکاتش رو در نظر داشته باشید و یک ایمیلی رو بسازید و اینجا استفادهش کنید. ایمیلی که از لحاظ نکاتی که گفتم اوکی باشه. خب من ایمیل رو از قبل تهیه کردم و نوشتم که در واقع ایمیل جدیدم یا اپل آیدی جدیدم قرار این بشه. خب حالا شما کپیش میکنید، اینجا واردش میکنید. خب این ایمیل جدیدمه یا اپل آیدی جدیدم. بعد از اینکه این چنج میشه، تغییر میکنه، این دیگه به طور کلی از صحنه روزگار، از اکوسیستم اپل کامل حذف میشه. شما دیگه این اپل آیدی رو، این ایمیل اصلا مگه بزنید توی وبسایت اصلا نمیخون، میگه این ایمیل وجود نداره، اپل آیدی با این ایمیل وجود نداره. پس بعد از چنج دیگه این کاملا از بین میره. خب نیو اپل اکانت، اپل اکانت جدیدمه، میگم که میخوام این در واقع اپل آیدی رو تغییر بدم. چنج پرایمری ایمیل، میگه پسوردتو بزن، همون رمزی که بهت دادم برای اپل آیدی، این رمزه. اینم عوض میکنیم. البته ببخشید این رو اینجا وارد میکنیم تا ایمیل یا همون اپل آیدی تغییر کنه. پس این رو میزنیم، چند ثانیه صبر میکنیم. یه کد اومده به این ایمیلی که الان برای خودت گذاشتی. خب این کد رو بخون. بذارید من این کد رو بخونم. وارد جیمیلتون میشید، اون ایمیلی که میخواید اپل آیدی جدیدتون بشه، ایمیل الان براتون ارسال شده. این قسمت، این کد 273913 میاد اینجا، 273913. خب کانتینی رو میزنید. Your Apple account has been changed successfully. اپل آیدی شما با موفقیت تغییر پیدا کرد. خب این از اپل آیدی ما. در واقع اپل آیدی جدید ما یا ایمیل جدید اپل آیدی ما این هستش و تموم شد. اون هاتمیلی که دوست صمیمیم ساخته بود، اون هاتمیلی که فامیل خارجیمون ساخته بود، اون هاتمیلی که اپل آیدی فروش برام ساخته بود، اون هاتمیلی که نمیدونم از کجا ساخته شده بود، تموم شد، دیگه وجود نداره و این شد اپل اکانت من. قسمت پسورد، دومین چیزی که باید تغییرش بدید، ببخشید، اکانت سکیوریتیه. آخر پسورد رو تغییر میدیم. آخر این در واقع 4 تا باکس 4 میشه پسورد. پس اول اپل اکانتمون رو تغییر بدیم، بعد میریم اکانت سکیوریتی، یعنی قسمت ایمنی اکانتمون. ببینید 2 تا آپشن اینجا هست، تو فاکتور و سکیوریتی کوئسچن، سوالات امنیتی و
احراز هویت دو عاملی. ما که اینو اصلا فعال نکردیم، اینجا هم نمیخوایم فعالش کنیم، چون اینجا بزنیم باید بره جلوتر، شماره موبایل وارد کنیم و موبایل رو تایید کنیم که اصلا شماره ایران پشتیبانی نمیشه. مثبت 98 اصلا وجود نداره تو اون لیست شماره هایی که مجاز هستن به ساخت اپل آیدی و ما نمیتونیم از تو فاکتور متاسفانه استفاده کنیم. خیلی خوب بود اگر شماره ایران هم جزء شماره هایی بود که میشد ازش به عنوان شماره احراز هویت دو عاملی اپل آیدی استفاده کرد، چون به شدت ایمنی اپل آیدی میرفت بالا و به شدت خوب بود واسه این که ما استفاده کنیم اون اپل آیدی رو گوشیمون یا دستگاهایی که داریم. خب فعلا که تو فاکتور نمیتونیم اضافه کنیم، کاری هم بهش نداریم و حواسمون هم هست اینجا هیچ شماره‌ای نباشه. میتونیم ساین اوتش کنیم، اگر ساین اوت نشد به هیچ عنوان اون اپل آیدی قابل استفاده نیست. اینجا رو گوش کنید. اگر تو قسمت تو فاکتور، حالا البته تو اون قسمت لاگین کردن اگر شماره موبایل داشته باشه خب اونجا اجازه اون نمیده، ولی حالا اینا هم یهو اومد تو ذهن ما، تو فاکتور هم اینجا نباید داشته باشه. اینا حواستون باشه. در اصل نمیتونیم ما اگر بخوایم لاگین کنیم اپل آیدی رو، نیاز هستش که اون کدی که به شماره موبایل زده میشه بخونید. بعضی وقتا این شماره موبایل وجود داره ولی هنوز تو فاکتورش فعال نشده. مثلا یک سری ویدیوهایی که داخل یوتیوب شما میبینید به شما میگه که بیایید شماره موبایل رو داخل گوشیتون توی سری مراحلی داخل خود گوشیتون تو قسمت تنظیمات یه شماره موبایل مثلا فیک بزن، که این کارو اصلا توصیه نمیکنم. بعد شماره موبایل رو اسکیپ بزن و اضافه نکن به اپل آیدیت، فقط وجود داشته باشه اون ارقامش، ولی خب بعدا اون دردسر میشه. ممکنه اینجا باشه و بگه فاکتورتو روشن کن و اگر هم شماره اینجا بود یا باید ساین اوت شه. اگر ساین اوت نشد حق استفاده از اپل آیدی رو نده، چون اگر بخواد ساین اوت شه احتمالاً یه کدی اس ام اس میشه به اون شماره و اون شماره اصلا نمیشناسه اون شماره رو و حق استفاده از اون اپل آیدی رو ندارید به هیچ عنوان. خب و باید مراجعه کنید حالا با همون شخص یا هر ارگانی که بهتون اپل آیدی تعیین کرده، میگید که آقا این ایمیل تو فاکتور داره، این اپل آیدی تو فاکتور داره و من اصلا اون شماره رو نمیشناسم و نمیخوام استفاده کنم و بچه‌تون رو پس میدید اگر حالا خریداری کردید. اما چیزی که شما چنج کنید و تغییر بدید قسمت سکیوریتی کوئسچن، 3 تا سوال امنیتی که توی اپل آیدی ها وجود داره و باید خیلی خیلی با حوصله در واقع جواب‌های اینها رو تعیین کنید. چون اگر بعداً به مشکل بخوره اپل آیدیتون، تاریخ تولد و سکیوریتی کوئسچن شما، سوالات امنیتی شما به درد شما میخوره. اکانتتون ممکنه دیزیبل بشه، نات اکتیو بشه یا هر مشکلی براش پیش بیاد و اینها کمکتون کنه که احیا کنید اپل آیدی. بریم چنج سکیوریتی در واقع کوئسچن، 3 تا سوال، کوئسچن اول، کوئسچن دوم و کوئسچن سوم. خودتون در واقع دونه دونه این موارد رو بخونید، ببینید نکنید. مثلا نوشته what's the first name of best friend in high school، بهترین رفیق توی دوران دبیرستان کی بوده؟ ممکنه یکی تو ذهنت باشه. خب خواهش میکنم سوالهایی رو نذارید که در واقع جوابشو اصلا ندونید، یا ممکنه دو جوابه باشه توی ذهن شما. مثلا من یه رفیق علی دارم، یه رفیق حسین دارم و ممکنه اینو بزنم حسین و بعدا اصلا به ذهنم نیاد این حسین زدم و اذیت شم. یه چیز تکی یونیک باشه، خوب باشه. مثلا نکن what's your first pet، اولین حیوان خونگی شما. معمولا هممون اولین حیوان خونگی اگر داشته باشیم یادمونه دیگه، ممکن نیست 10 تا چیزو یادمون بیاد. اولین حیوان خونگیمون رو یادمونه. یا مثلا اولین جایی که سفر کردیم با هواپیما، پرواز هوایی، به اولین جایی که سفر کردیم. خواهشاً سوالات رو، این سوالات از پیش آماده شده، شما حق ندارید سوال دل بخواهی اینجا وارد کنید، تایپ کنید مثلا چیزی که دوست رنگ مورد علاقه، نه، چیزایی که اینجا هست یکیش رو انتخاب کنید، جوابش رو می‌کنید، جوابی که خودتون میدونید. خب پس لطفاً ما یه سری مشتری داشتیم، شاید بگم توی کل کریر کاری من 4-5 تا مشتری بودن که سوالات رو متوجه نشدن و یک جواب عجیب و غریب براش گذاشتن و وقتی که بعداً خواستن بازسازی کنن اپل آیدیشون رو یا حالا پسوردشون چنج کنن، جواب این سوالا رو نمیدونستن. مثلا where did you go to first time you flew on a plane، یعنی که در واقع اولین بار کجا سفر هوایی داشتی با هواپیما. ببینید شاید مثلا یکی اینو معنی کنه که چه زمانی من اولین سفر هوایی داشتم، میگه مثلا سال 1000، مثلا ممکنه اینجا بنویسه یه عدد بنویسه، مثلا بنویسه سال 2015 و بعدن که به مشکل میخوره یکی براش ترجمه میکنید که مثلا آقای ایکس where did you go the first time you flew on a plane، یعنی اولین بار کجا سفر کردی با هواپیما، با طرفی که
نمیدونم کجا بود، من فقط سالش رو میدونم، یادم 2000 رفتم مثلا. حالا دارم این فعل بداهه میگم. پس این سوالات رو دقیق ترجمه کنید و متوجه شید چی میگه. where کجا، نمیگه چه زمانی، نمیگه با کی. دل بخواهی ترجمهش نکنید، چون بعدا توی پاسخدهیش با مشکل میخورید. خب پس یکیشو انتخاب کنید. مثلا اینجا میزنید best friend های اسکولت کی بوده، مثلا میزنید علی. قسمت دوم میزنید چند تا آپشن دیگه برات میذاره. مثلا میگه what's your dream job، شغل رویایی دیگه، شغلی که همش تو ذهنت تصور می‌کنی چیه. خب سوال خوبیه، مثلا جوابش مشخصه. مثلا هر کسی 10 تا شغل رو تو ذهنش تصور نمی‌کنه که به عنوان شغل رویا. مثلا میگه اولین مدل ماشین شما چی بوده. خب هر کسی بالاخره اولین ماشینش یادشه دیگه. ممکنه شما اصلا ماشین نداشته باشی و این گزینه به درد شما نخوره و تو ذهن شما نمونه. خب پس بعضی وقتا اشتباه اینو ترجمه می‌کنن. مثلا what was the model of your first car، اولین ماشین در واقع که استفاده کردی چی بوده. شما اینو اشتباه ترجمه می‌کنید که مثلا نمیدونم ماشین مورد علاقه‌ام چی بوده، چی هست. ممکن اشتباهی کار ببینیم اینجا، مثلا یه مدل کار ببینیم، فکر کنیم مثلا یعنی اینکه چه ماشینی رو دوست دارم، بنویسیم مثلا ماشین فلان و بعداً که توی بازسازی می‌خواید به این در واقع متن رو ترجمه کنید، اونجا هوشیارتر هستید دیگه. این متن رو میزنید توی گوگل یا جایی، میبینید که جوابش رو نمیدونید. من نمیدونم اولین ماشین رو نداشتم، مثلا نمیدونم ماشین اولم چی بود. این سوالا تغییر کرده؟ نه، این سوالا تغییر نکرده. این سوالا در واقع اشتباه ترجمه شده. بخونید اینها رو، متنش رو بزنید گوگل اگر متوجه نشدید و ترجمه اصلش رو متوجه بشید و اون در واقع چیزی که میخواید رو انتخاب کنید. ببینید اینجا مثلا شما میزنید اولین مدل ماشینم چی بوده، توی این قسمتی که اینجا براتون انسر جواب میده، اصلا اینجا عدد هم بزنید ثبت میکنه ها. یعنی اگه شما اینا مثلا فکر کنید اولین مدل ماشین چی بوده، مثلا بزنید 2006، این هم ثبت میکنه. شما پس فکر نکنید اجازهتون مثلا میرسه واتس مدل ماشینتون، مثلا تو قسمت انسر براتون انواع مدل های ماشین رو بیاره که شما سلکتش کنید از پیش. نه، اینجا شما هر چی بزنید، اینجا اصلا بیا اد ساین بزنید، هر چی میخواید بزنید، همه رو ثبت میکنه به عنوان جواب. خب پس حواستون باشه، فکر نکنید اگر جوابی ثبت کردین ممکنه مثلا اینجا محدودتون کنه، بگه مثلا این مدل منظورش مثلا سال نیست. پس حواستون باشه. حالا من به ذره دارم بداهه‌گویی میکنم توی این قسمت، چون میبینم مشتری هایی که واقعا سوالات رو متوجه نشدن و بعدا مشکل خوردن، اشتباه ترجمه کردن. دقیقاً همین متن رو بنویسید، کلمه آخرشون رو بعضی مشتری ها مینویسن و ممکنه اون هم اذیتشون کنه. خب اینا چیزای مهمیه. مثلا فقط اینجا نوشته ویزیتد، توی مثلا یادداشتاش نمیشه ویزیتد، ممکنه 2 تا ویزیتد اینجا باشه، تو این نباشه، ممکنه تو آپشن اولی باشه و اینجا اذیت شی. پس دقیقاً اون چیزی که هست رو بنویس. خب و اون آخرش هم گزینه آپدیت بزن. 3 تا سوال دیگه. قسمت سوم هم شما یکی از این سوال‌ها رو انتخاب می‌کنید. مثلا میگه اسم تیم مورد علاقت چی بوده، اسم در واقع favorite sport team. مثلا اسم تیم مورد علاقت اینجا تایپ میکنی، به انگلیسی هم باید حذف باشه. خب و در آخر آپدیت رو میزنید. حالا من اطلاعات این رو در قسمت اپل سکیوریتی در واقع چنج نمی کنم. خب حالا ولی خیلی چیز مهمیه. مثلا اولین کار مدل ماشین من، اولین مدل مثلا پرشیا، مثلا اینجا پرشیا میزنم و بعدا اینم یهو اومد توی ذهنم. بعد مثلا اولین ماشین مورد علاقه‌ام پرشیاست. بعدا میزنم میخوام بازیابی کنم، میگم که خب اولین مدل ماشین من پژو پارس بوده. هرچی اینجا پژو پارس بزنم نمیخونه، قبول نمیکنه و ممکنه اینها هم به مشکل بخوره. دقیقاً مدلشو بنویسید یا حروفاشو دقت کنید. مثلا پرشیا رو اینجوری نوشتی، بعد میشه پرشیا مثلا این شکلی، این هم موزلیه برای خودش مثلا. پس یه جا حتما اینا رو یادداشتم بکنید. پس دقت کنید جوابایی که می‌نویسید چیه، حروفاش دقت کنید چی نوشتی. مثلا پرشیا رو ممکنه مثلا من مثلا ارشیا حواسم نباشه آپدیت کنم در آخر و آخر جواب ارشیاست، پرشیا نیست و ممکنه انقدر اینجا بنویسم پرشیا، اینم نمیخونه، قبول نمیکنه. وای خدا، من اکانتم وارد شده اطلاعاتشو تغییر داده. نه، من فقط حواسم نبوده. پس خواهشاً چیزایی که می‌نویسید
جوابای درست حسابی باشه، چیزی نباشه که چیز کولی باشه و بعدا شما رو اذیت کنه. مثلا علی، اولین دوست دوران دبیرستانم علی، چند جور علیو میشه نوشت. علیو که ما میدونیم اینجوری نمینویسیم که، ما علیو مثلا اینجوری که نمینویسیم که، یه چیز مشخصیه. اولین دوستم و اینجا ماشینا هم مثلا حالا من می‌نویسم پراید. خب تیم مورد علاقم مثلا استقلال، حالا شما هر چی دوست دارید بنویسید و به این حروفا هم دقت کنید و در انتها آپدیت. تمام. این آپدیت رو میذارید قبلش همه اینا رو چک کنید و بازم میگم شاید نکنید اینجا هیچ هوشیاری به شما نمی‌رسه که استقلال با چه جوری نوشته میشه، شما اشتباه نوشتید، حواستون نه. چنج تمام. Your security question have been changed. این تغییر کرد. حالا من اونجا پرشیا رو برشته بودم با ایگری نوشته بودم دیگه، اینا بعداً قابل فهم نیست. شما از اکانتت خارج میشه، چند سال استفاده داری میکنی، یه مشکل میخوری، بعد اپل آیدی مثلا اطلاعات هم گم کردی، ولی میدونی ماشین مورد علاقه چی بود، اول ماشین چی بوده، ماشین پرشیا بوده. حالا هی بزن پرشیا، سرچ کن پرشیا، میبینی ای بابا من چرا پرشیا رو درست میزنم این قبول نمیکنه. بابا تو پرشیا رو اشتباه با ایگری حواست نبوده، یا اصلا اشتباهی دستت روی حروف دیگه خورده، تی نمیشه، میشه پرتیا مثلا. خب هست اشتباهی به حروف بغل خورده به جای آر و این ثبت شده. حالا تا پرتیا ننویسین واردش نمیشه دیگه، میخوای چیکار کنی؟ و بعدم موزل میشه واسهتون. اینجا هم هیچ هشداری به شما نمیده که آقا پرشیا رو باید بنویسی پرشیا، ننویسی پرتیا و ثبت میشه. تمام. پس سوالات امنیتیتون تغییر میدید و اینجا هم به تو فاکتور هم کاری نداری. اگرم شماره بود حتما ساین اوت میکنید، ساین اوت نشد حتما از اپل آیدی استفاده نمیکنید، با پشتیبان اون کسی که براتون اپل آیدی ساخته ارتباط میگیرید و تکلیف این شماره رو مشخص میکنید. خب پس اپل اکانت تغییر کرد، اکانت سکیوریتی تغییر کرد، رسکیو ایمیل آخر براتون پسورد تغییر میدم، چون تو اینا نیاز هست پسورد بزنم، آخر پسورد تغییر میدم. رسکیو ایمیل یا ایمیل پشتیبان. ببینید اینجا رو خوب گوش کنید، خیلی خوب گوش کنید، خواهش ازتون میکنم. رسکیو ایمیلتون نداشته باشد. خب در ابتدا، یعنی الان من اینجا وارد شدم، رسکیو ایمیل، بذارید ترجمهش رو براتون بزنم، ایمیل نجات. خب چرا باید به ایمیل بگن ایمیل نجات؟ ایمیلی که قرار شما رو نجات بده اگر چکش نکنید و تو این باکس من ایمیل در واقع الکی زده باشم، ایمیل دیگه‌ای وجود داشته باشه، مثلا به اینجا دقت نکرده باشم، بعدن تو سایت آی فورگات که میخواید اپل آیدیتون رو مثلا نات اکتیو شده، مشکل خورده، میخواید پسوردتون رو ریست کنید، رسکیو ایمیل میدونید چی هست؟ رسکیو ایمیل در واقع مثل این میمونه که شما یه ماسکی زدید روی صورتتون. خب اون ماسکه وقتی که رسکیو ایمیل تعیین کردید، اون ماسکه خود شما در واقع رسکیو ایمیل شما میشه اون خود شما و ماسکه میشه اپل آیدیتون. متوجه شدین؟ یعنی اپل آیدی میشه پوشش رسکیو ایمیلتون. یعنی چی؟ یعنی رسکیو ایمیل از اپل آیدی مهمتره؟ بله. برای نجات دادن اپل آیدیتون رسکیو ایمیل به شدت مهم. پس من رسکیو ایمیل یکی ایمیل اینجا هست نمیشناسمش، قطعاً ازش باید ساین اوت کنم. همونجوری که اد وجود داره ساین اوت هم داره. یه ایمیل الکی اینجاست، قشنگ اینجوری میزنید و گزینه از ساین اوت خارج شم و آخرش هم رفرش رو یادتون نره، رفرش کنید حتما سایت رو که ببینید اینجا خارج شده. اگر رسکیو ایمیل روی ایمیل شما باشه، من خیلی زیاد مشتری دارم که این مشکل رو دارن، خیلی زیاد. یه در واقع اپل آیدی ساختن، حتی شخصیش کردن و این رسکیو ایمیل رو توجه نکردن، 2 سال 3 سال استفاده کردن، حالا به مشکل خوردن. میخوایم بریم توی سایت های فورگات اپل آیدی رو بزنیم و تغییر بدیم، چنج کنیم. سایت میگه من در واقع به رسکیو ایمیل شما یک پیام دادم، با یک کد فرستادم، کد رو بزن. میگه من اصلا ایمیلم اپل آیدیم جیمیله، ولی میگه یک کد رو به یاهو فرستادم. خب من اصلا یاهو ندارم، من اصلا اپل آیدیم یاهو نیست، من اپل آیدیم جیمیله. چرا یاهو فرستاده؟ به خاطر اینکه بزرگوار شما به رسکیو ایمیل دقت نکردید تو اون فرآیند ساخته شدن اپل آیدی. واسه همین میگم، چون اپل آیدی 0 تا 100ش
توسط شما ساخته نشده باشه، اینجا کسایی که میخوان آسیب به شما بزنن، کسایی که میخوان از شما اخاذی کنن، کسایی که میخوان شما رو تهدید کنن یا هر مشکلی واسه شما ایجاد کنن، با گذاشتن این ریسکیو ایمیل شما رو به دردسر بزرگی میندازن. من نمیگم چه حربه هایی دارن اینجا استفاده میکنن، ولی میخوام بهتون میگم خلاصه کار ریسکیو ایمیل نداشته باشه اپل اکانتتون. اگر هم داره بدونید ریسکیو ایمیل باید یک ایمیلی هم تراز با اپل آیدیتون باشه، یعنی اینقدر مهمه. بازم چون اگه بخواید رمز در واقع اپل آیدیتون رو بازیابی کنید، کدی که میره به ریسکیو ایمیل، نمیره به ایمیل اپل آیدیتون. هر چقدر شما تلاش کنید کد میره به ریسکیو ایمیل، کد در واقع بازسازی پسورد اپل آیدیتون میره به ریسکیو ایمیلتون، نمیره به اپل آیدیتون. و اینجا شما هی میگید خدایا من اصلا یاهو رو نمیدونم از کجا اومده، من ایمیلم جیمیل و اپل آیدیم هم جیمیل، این یاهو رو کی رفته توی اکانت من یاهو کرده اپل آیدی رو؟ با اینکه اصلا اپل آیدی شما که یاهو نشده، ریسکیو ایمیلش یا ایمیل نجات دهندش یک ایمیلیه که نمیشناسید و این ایمیل موقع فرآیند ساخته شدن برای اخاذی به شما اومده. دو بار به طرف ایمیل میزنی، ممکنه یک ایمیل اینجا باشه، حالا من یه سری چیزا رو لو میدم، ایمیل میزنید برای طرف کد میاد، واسه کسی که اخاذه میگه خب این طرف بخواد به مشکل خوره، بذار برم ببینم چی شده، میبینه شما اپل آیدی به مشکل خوره، میاد به اپل آیدی یک ایمیل میزنه، میگه که اگه میخوای ریسکیو ایمیل رو در اختیارت قرار بدم باید مثلا $100 به من پول بدی تا همشون هم دلاری میگیرن متاسفانه. حالا کلا پروژه متاسفانه است، نه اینکه دلاری گرفتنشون متاسفانه باشه که هیچ ردی از خودشون نباشه، خیلی وقتا میگیرن کارو درست نمیکنن و اذیت میشید اینجوری. و خواهشاً ریسکیو ایمیل یا ایمیل نجاتتون یا هیچ اینجا نباشه، یا اگر باشه خودتون تعیین کرده باشه، نه یه ایمیلی از یک کیس دیگه. اینجا اد ایمیل میزنید، یک ایمیل مثلا پشتیبان برای خودتون اضافه میکنید، اپل آیدیتون نمیتونه باشه قطعا، یه ایمیل دیگه که اون هم همتراز اپل آیدیتون باید مراقبت کنید ازشون، چون برای نجات دادنش استفاده میشه. واسه من واقعی که اپل آیدی مشکل میخوره و با ریسکیو ایمیل شما میتونید احیا کنید دستگاهتون رو. خب پس قسمت ریسکیو ایمیل رو براتون حتما چک کنید. not set up، هیچ چیزی تنظیم نشده. اگر اینجا چیزی تنظیم شده باشه در واقع باید هست شه. اینا رو حتما اینجوری رفرش بزنید، چک کنید، وسواس داشته باشید رو اپل آیدیتون خواهشام. میگه چون چنج کردیم، البته چنج هم نکنه، بذارید ببینم پسورد، میگه یه بار دیگه بزن. خب حالا پسورد هنوز تغییر نداره، اون پسورد قبلیه، واسه رفرش کردم میگه یه بار دیگه پسورد بزن. چون طولانی مدت ما رفرش نکرده بودیم پسورد خاص چک میکنیم. اپل اکانتمون که تغییر کرده، سکیوریتیمون که تغییر دادیم، حتما سکیوریتی دقت کنید. ریسکیو ایمیلمون هم تغییر کرد. چی تغییر باید بکنه آخر؟ پسورد. پس باکس آخری که توی این قسمت ساین این ان سکیوریتی باید تغییر کنه پسورده. کارنت پسکد فعلیتون، پسکد فعلیمون که خب ما میزنیم اینجا از داخل در واقع همین پسوردی که به ما تحویل دادن. حالا میگه یک نیو پسورد جدید انتخاب کن. اینجا میگه یک پسورد آماده بهت بدم یا میخوای خودت چوز کنی انتخاب کنی، میزنید choose your own. یعنی یک ببینید میگه که پسوردی که میخواید انتخاب کنید لطفاً 8 کاراکتری باشه، یعنی 8 آیتم داشته باشه. لطفاً حداقل یه دونه شماره توش باشه، مثلا عدد باشه توش، یه دونش از اون 8 عدد حداقل باشه، یا و حداقل یه دونه حروف بزرگ داشته باشه، و حداقل یه دونه حروف کوچیک داشته باشه، و حداقل یه دونه اسپشیال کاراکتر باشه. اسپشیال کاراکتر مثلا شما علامت دلار مثلا میشه اسپشیال، لکن سبز میشه رنگش. مثلا من اینجا درصد هم بزنم سبز میشه، یا مثلا هشتگ بزنم سبز میشه. یه حروف بزرگ مثلا بزنم، ببین حروف بزرگ سبز میشه، یعنی اینو داره. یه حروف کوچیک بزنم، یه دونه شماره بزنم مثلا، و الان فقط اون اتلیست 8 کاراکتر مونده. 8 کاراکتر بعد این کلا 8 تا 4 تا شده، مثلا یه چیزای دیگه هم باشه که بشه 8 تا، و همه اینا که سبز بشه تایید میکنم براتون. کانفirmش کنید، یعنی یه بار دیگه همین بالایی رو که جدید بود زدید پایین بزنید و بعد اینجا یه گزینه براتون میاد که یعنی اوکی تایید میشه و پسوردتون چنج میشه. حالا بذارید من یه چیزی بزنم.
change passport. پسورد رو تغییر بده. تمام. Your passport has been successfully changed. پسوردمون هم تغییر کرد. اپل اکانت تغییر کرد، پسورد تغییر کرد، رسکیو ایمیل چک کردیم هیچ دیگه روش نبود، یا اگر بود اون چیزی بود که من اضافه کردم. اکانت سکیوریتی تو فاکتور داشته، چنج سکیوریتی ستینگ. رو چنج سکیوریتی ستینگ خیلی تاکید میکنم که دونه دونه کلمات و حروفا رو چک کنید و حتما همه این آیتم ها رو یه جا بنویسید. این ویدیو خیلی طولانی شد، 40 دقیقه شد. قسمت آخر که بعد چک کنید پرسونال اینفورمیشن، اطلاعات شخصی و کلی شماست. ببینید 1 2 3 4 5 حقیقتا باید ویدیو طولانی بشه چون یه سری چیزای دیگه هم باید بهتون بگم. من قول این رو دادم که ویدیویی بذارم که کامل همه چی رو گفته، واسه همین چیزی رو دوست ندارم از قبل بندازم. اون قسمت کانتری ریژن هم باید بهتون توضیح بدم که وقت گیر میشه یکم. قسمت نیم، قسمت اسم تو چی دوست داری بذاری، اسم خودت. مثلا علی حسینی هستی، اینجا قسمت اینجا میزنید علی، اینجا میزنید حسینی و تایید میکنید. خب اینجا اسمتون تغییر میکنه، روی اون گوشیتون که میزنید اپل آیدی اسم فامیلتون اینه. قسمت بعدی برثدی، خیلی مهمه، همتراز با رمز مهمه. میتونم بگم رمز دومتونه، یعنی اگر برثدیتون رو ندونید، نادیده بگیرید یا فراموش کنید، همتراز با رمز دومتون. یعنی واسه اینکه بخواید چنج کنید سوالات چنج کنید پسوردتون تغییر بدید بعدن که به مشکل میخورید، اگر تاریخ تولد رو ندونید یا بهش توجه نکرده باشید، عددش رو ندونید، به مشکل میخورید. خیلی راحته. مثلا شما 1 فروردین 1375 به دنیا اومدید، 1 فروردین 1375 تو گوگل سرچ کنید، معادل میلادیش رو پیدا کنید. مثلا معادل میلادیش میشه مثلا 1 مثلا آگوست 1990 مثلا یا مثلا 1991 مثلا. این معادل شمسی میشه میلادی سال تولد خودت، صاحب اپل آیدی، نه اون چیزی که برات تعیین کردن یا دیفالت روی دستگاه بوده. نه، اینجا چنجش میکنید و سیوش میکنید. برثدی بسیار مهمه، بازم دارم تاکید میکنم. نیمم که تغییر کرد. این آخری مهم نیستش، مثلا بازش هم نمیشه، چیز خیلی مهم نیستش، ولی فقط حواستون باشه روی این آخری دارم بهتون میگم، این گزینه ریچیبل 80. فقط حواستون باشه پرایمری، اگر چیز دیگه هم بود اشکالی نداره خب، ولی پرایمری ایمیل باید ایمیل اپل آیدی شما باشه. اگر پرایمری ایمیل یک ایمیلی بود که شما نمیشناختیدش، رئیس اون نیست، ممکنه واسه شما مشکل ایجاد کنه. ترجیحاً چیزی که واسه خیالتون راحت باشه جز ایمیل خودتون، یعنی هم ایمیل اپل آیدیتون، چیز دیگه اینجا نه، رسکیو نه، خود اپل آیدیتون، ایمیل اپل آیدیتون. اگر جلوش ننوشته بود پرایمری یا اصلی، شما باید اون اپل آیدی رو مثل زمانی که گفتم رسکیو ایمیل داشته باشه یا تو فاکتور داشته باشه حق استفاده، اینجا هم حق استفاده نداری، چون اونجا یک شخصی روی اکانت شما ممکن اسکرین تایم براتون مشخص کنه و گوشیتون توی سری دسترسی‌ها به مشکل بخوره و نتونید حتی مثلا فانمایتون رو خاموش کنید، روشن کنید یا هر چیزی. پس اینجا هم یا باید هیچ ایمیلی نباشه، یا اگر ایمیلی هم بود پرایمری شما باشید، اون در واقع شخص اصلی اون قسمت ریچیبلیتی مثلا ایمیل شما باشه. اگر فون نامبر هم که حتما نباید هیچی باشه، نو فون نامبر، چه شماره تلفنی باید شما اونجا داشته باشید واسه اصلا نمیشه شماره تلفن رو اضافه کرد از ایران. و این قسمت هم که گفتم بهتون پرایمری، حتما قسمت پرایمری ایمیل باشه روبروی ایمیل اصلیتون. خب نیم رو توضیح دادم، برثدی رو حتما تغییر بدید، شخصیش کنید. اینم توضیح دادم. لنگویج، خب لنگویج که مشخصه، زبانتون روی انگلیسی باشه دیگه. حالا این هم دست خودتونه، هر زبانی که خواستید میتونید انتخاب کنید. آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم و باعث میشه حالا ویدیو یه ذره بیشتر زمان بر بشه، بحث کانتری اند ریژن هستش. کانتری کشور و ریژن. ببینید من این قسمت رو یه توضیح خدمتتون بدم. دقیقاً میشه این قسمت این قسمت کانتری اند ریژن، قسمت کانتری. ببینید الان روی حالت عادی چین هستش، خب یعنی اپل آیدی ما ریژنش یا منطقهش چینه، یعنی انگار داره یه شخص چینی از این اپل آیدی استفاده میکنه، نه که در واقع
واقعا یه شخص چینی استفاده کنه، نه، در واقع اپل آیدی که واسه شماست و شخصی هم هست ریژنش چین هستش. حالا این چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ اصلا آیا مشکل امنیتی ایجاد میکنه؟ نه، اصلا مشکل امنیتی ایجاد نمیکنه. واسه نمیشه امنیت دستگاهتون به خطر بیفته، نه، اینجا میتونه هر چیزی باشه، ولی یه سری محدودیت براتون ایجاد میکنه. ببینید مثلا توی کشور چین چند تا اپلیکیشن، مثلا اپلیکیشن یه سری فیلتر شکن ها، مثلا توی چین شما مثلا فیلتر شکن میخواید دانلود کنید، میبینید که مثلا توی اپ استورتون مینویسه که این اپلیکیشن در دسترس نیست توی کانتری یا ریژن شما. میگه بابا مثلا ویندسکرایب رو من دارم دانلود میخوام بکنم، مثلا ویندسکرایب سرچ میکنی چی نمیاد. چرا؟ چون ریژن چینه و کشور چین فیلتر شکن های زیادی رو محدود کرده و حالا به شکلیه که شما هر چقدر سرچ کنید یا اجازه ندارید اون رو نصبش کنید، یا اگر هم ببینیدش یا اگر هم سرچ کنیدش نمیتونید ببینیدش، اصلا نیست. مثلا ویندسکرایب رو شما با همین ریژن بخواید توی اپ استور سرچ کنید توی گوشیتون، مثلا این اپل آیدی الان دیگه تقریبا که دقیقاً شخصی سازی شده، یعنی هیچ چیز دیگه نیاز نیست شما برای افزایش ایمنی تغییر بدید، نیمو عوض کردید، برسته همه چی عوض شده و همه چی چک شده. آخرین قسمت دارم ریژن رو توضیح میدم که گفتم ریژن هم چیزی نیستش که به امنیت دستگاهتون نیازی داشته حالا چک کنید و بخواد مشکل ایجاد کنه، فقط اینکه ریژن محدودیت ایجاد میکنه و ممکنه شما اپلیکیشن هایی که میخواید دانلود کنید تو اون ریژن نباشه. حالا کدوم ریژن بذارم که راحت تر باشم و مثلا حالا اگر نمیدونید کدوم ریژن بذارید باید بذارید آمریکا. ولی اگه بعدها مثلا توی سری اپلیکیشن ها یه سری بازی ها کاری خاصی انجام بدید نیاز بود مثلا برای دانلود اون حتما ریژنتون یه جای دیگه باشه، بیایید اینجا ریژنتون تغییر بدید. ولی اگه میخواید دستتون خیلی باز باشه واسه دانلود اپلیکیشن ها و محدودیت هایی که وجود داره، آمریکا بذارید، یونایتد استیت. من الان این رو تغییر میدم، باعث بشه ویدیو کم طولانی شه ولی به نفعتونه، چون این هم براش یه ویدیو جدا میسازن دوستان و ممکنه حالا شما نیاز باشه یه سرچ کنید دوباره دنبال این بگردید که چجوری ریژنتون تغییر بدید. من تو این ویدیو براتون تکمیل میکنم ویدیو رو و ریژنتون هم یاد میدم چجوری تغییر بدید. بریم سراغ ریژن. خب بک بزنم و خب میزنید روی ریژن. مثلا ما میخوایم یونایتد استیت بذاریم، کشور آمریکا بذاریم. خب کانتری ریژن میرایم یونایتد استیت، یو میزنیم، یونایتد استیت آمریکا، یونایتد استیت رو انتخاب میکنیم، کانتینیو میزنیم. خب به شما داره میگه اگر مثلا رو چینتون خب یه سری پرداخت انجام دادید و یه سری اپلیکیشن ها دانلود کردید و پولش پرداخت کردید، ممکنه اگر ریژن رو تغییر بده به آمریکا، به ریژن جدید، اون اپلیکیشن ها از دسترست خارج بشه. آیا اوکی هستی؟ خب ما که تازه میخوایم اپل آیدی رو شخصی سازی کنیم و مهم نیست واسمون این موارد، چون اصلا چیزی پرداخت نکردیم، حالا شارژ نکردیم اپل آیدی اون که بخوایم حالا چیزی پرداخت کنیم، پس برای همین میگیم اوکی من تایید میکنم، مشکلی نداره. کانتینیو رو میزنید. اینجا چیز مهمی نیست، نیازی هم نیست بخونید، چیز اهمیت داری نیست، می‌نویسید موافقم و کانتینیو. میگه یه پیمنت متد، یعنی یک روش پرداخت مشخص کن، یه روش پرداخت جدید. مثلا ممکنه تو آمریکا یه روش پرداختی که توی چین باشه وجود نداشته باشه، شما باید اینجا یه روش پرداخت جدید مشخص کنید. خب اینجا شاید یکم سخت باشه و دوستان بلد نباشن. ببینید برای کسی که نمیخواد حالا این کارا رو بکنه، پرداختی کنه و نمیدونم نیازی نداره حالا اپلیکیشنی رو بخره، چیزش رو، اکانتش رو، و میخواد یک یوزر عادی که میخواد سری اپلیکیشن رو دانلود کنه از اپ استور و خیلی گیر نیست روی این موارد، خب اینجا رو روی نون میزنید، خب روی هیچ میزنید. ولی اگر شما نیاز دارید اکانتتون رو شارژ کنید، یعنی اپل آیدیتون دلاری داشته باشه توش، بعد اینجا بزنید روی کردیت یا دبیت کارت، این کارت رو بخرید و اطلاعات کارتتون رو وارد کنید و ثبتش کنید. ولی ما روی نون میزنیم، ما روی هیچ میزنیم، ما هیچ مدل پرداختی نداره. میگه اوکی بیا راجع به آدرست هم به ما یه سری اطلاعات بده. خب فرست نیم و لاست نیمت رو باید خودت مشخص کنی. فرست نیم و لاست نیمت همینه دیگه، مثلا علی حسینی بود دیگه، اینجا خودت تعیین کن علی، اینه مثلا حسینی. خب یه سری اینا آپشنال هست، یه سریاش ریکوایرده یعنی واجبه. خب من الان چجوری آدرس وارد کنم؟ یه چیزی بهتون بگم، فیک بزنید متوجه میشه و اینجا نمیذاره. پس بعد چیکار کنیم؟ روی
توی گوگل سرچ کنیم رندوم آدرس USA یا همون آمریکا. این سایت میاد بالا، ببینید چک کنید حتما جز اون سایت هایی باشه که زیپ کد هم بده. خب زیپ کدش رو داده و اطلاعات هستش. اوکی. خب همین اولی هم میزنیم. مهم اینجا چند تا دیگه هم بهتون داده، مثلا چند تا آدرس دیگه هم که واقعی هست بهتون داده. اگر این کار نکنه مجبوریم چیزایی که میزنیم. خب استریت یا خیابون رو اینجا کپی میکنیم، میایم توی قسمت استریت ریکوایرد استریت رو پیست میکنیم. استریت دوم حالا ادامه داشته باشه، این آدرس که نداره ما کاری بهش نداریم، آپشنال هم هست، اختیاریه. سیتی یا شهر، اینجا سیتی رو زده چی؟ سیتی رو زده این، کپیش میکنیم، دوباره میایم توی اکانتمون سیتی رو میزنیم. همینجا استیت یا ایالت، ایالت رو زده چی؟ استیت زده میشیگان، MICH. اینجا باید انتخاب کنیم، برای همین کپیش نکردم. خودش زیپ کد پستی، نه اینجا زیپ کدش هم کپی میکنیم. امیدوارم اوکیش کنه، نکنه باید از یه آدرس دیگه استفاده کنیم. اینو فیک زدم چون خب نیازی نیست بزنید. شما آدرس خودتون چه آدرسی میخواید بزنید، بزنید ایران. خب اینو سیوش کردم، اوکی شد، تمام. ببینید ریژن من شد یونایتد استیت. الان برم مثلا سرچ کنم توی اپ استور وین دسکرایب، در واقع فیلتر شکن وین دسکرایب به انگلیسی سرچ کنم، میاد پیدا میکنه و دانلود میشه و اوکی هست و محدودش نکرده. ممکنه یه سری اپلیکیشن ها تو آمریکا محدود شده باشه، تو چین مثلا اون محدودیت نباشه، بستگی به کاربردش واسه خودتون داره، اینکه شما چی میخواید دانلود کنید. و معمولا یوزرها یونایتد استیت یا آمریکا رو وارد میکنن و در واقع مشکلی واسهشون وجود نداره و استفاده میکنن. تمام. این ویدیو تموم شد و من تمام این ستونها رو دونه دونه تغییر دادم و بتونم توضیح دادم. ویدیو هم تقریبا 1 ساعت شد و من سعی کردم این ویدیو جامع باشه، کامل با توضیحات، با همراه با تجربه ها و غیره. چیز دیگه نمیمونه. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که براتون فایده داشته باشه. امیدوارم که نکاتی که گفتم رو حتما در نظر بگیرید، چیزی رو سهل انگاری نکنید، چون ممکنه بعدها به مشکل بخورید و واسهش هیچ راه در واقع درمانی نباشه و شما متضرر بشید و اذیت بشید. امیدوارم حالتون هر جایی که هستید خوب باشه. یا علی، خدا نگهدار.